والذی نفس محمد بیده، قسم به ذاتی که جان محمد در دست اوست صلی الله علیه وسلم. قسم میخورد پیغمبر صلی الله علیه وسلم، غیر قسم خریش. قسم خریش معنی تأکید همین کار دارد، تأکید همین کار. یعنی پیغمبر قسم نخورد بگد، قسمش سخنش چی است؟ سخنش قابل قبول است همه وقت. پیغمبر میگه که ان بین مصراعین من مصارع الجنه لكما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى. پیغمبر قسم میخورد که صلی الله علیه وسلم که بین مصراعین من مصارع الجنه، مصراعین مثل بعضی دروازه هایی هست که در دارد، خیلی هوی میشود و محکم میشود در، همین مصراعی میگن. مصراعین یعنی که تا دروازه دارد، خیلی میپیشانی هوی میکنی میکشایی. دروازه کلان بعضیش دره هستن. میگه همون دروازه از دروازه های بهشت، از دروازه های بهشت، یعنی بهشت یک دروازه چند دروازه دارد. میگه که مثل مکه و حجر است. مکه را میدونید، حجر از شهر میتیم یک منطقه است. یا که مثل مکه و بصرا هست، یک جای دیگر بصرا میگن. در شرح حدیث چی میگه؟ میگه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواست که برای ما خبر دهد که چقدر وسیعی دروازه از دروازه های بهشت برای ما چی؟ برای ما میگوید. میگوید که مثل بین سرزمین مکه و بین چی؟ شهر مکه و شهر چی؟ حجر. این شهر حجر در کجا وجود دارد؟ میگم این شهر حجر در دولت قطر است. قطر حاضره. یعنی تصور کنید که پیغمبر میگوید که یکی از دروازه های بهشت وسیعیش، کشادیش مثل از مکه تا شهر حجر در قطر وجود دارد. مسافه دروازه را ببین چقدر دروازه بزرگ است، چقدر وسیع است که پهمیش وسیعیش مکه و قطر همین وسیع چند کیلومتر می شود. همه خیلی دیگر بین مکه و شهر چی؟ شهر بصرا که در شام است، در سوریه. خیلی در خریطه نشان میتید چقدر است. یعنی چقدر مسافه را میگه. ببینید میگه مسافه بین مکه و حجر در قطر است، یک شهر در قطر است. 794 میل است. ببین مسافه بین مکه و حجر 794 میل است. مسافه بین مکه و بصرا که در دمشق است 794 میل است. ببین پیغمبر خیلی دقیق برای ما بیان کرده است که هر دوش مسافه از، یعنی یک دروازه از دروازه بهشت مسافهش همین قدر است. یعنی بین مکه و حجر و بین مکه و بصرا که هر دوش 794 میل میشن. اگه از حسابش کنی با حساب حاضره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از هوا سخن نمیزند صلی الله علیه و سلم.